این کتاب از روش و سیاق داستانی استفاده کرده، نوع روایت، زاویه دید، انتخاب شخصیت ها، پرداختن به شخصیات، فضاسازی، مکانسازی و از نوع گزینش محتوا، پشت هم و انتخاب محتوا و نوع بیان همین محتوا برای مخاطب و اون شیوه واقعی که وقتی مخاطب میخواند یک حس همزادپنداری بی نهایت قوی جدی بینش و بین متن ایجاد میشه و اون نوع روایت قشنگی که مخاطب از متن میگیرد در این کتاب بیشتر دیده میشه، بیشتر مشهود است، بیشتر ملموس است. اگر دوست دارید چنین یک کتاب را بخوانید یا یک کتابی قشنگی بخوانید یا از زندگی مهمترین و اولین داستان کوتاه‌نویس ادبیات فارسی آگاه شوید، از اول تا انجام تا آغاز، یا هم اینکه بدانید چگونه یک نویسنده بزرگ در مورد نویسنده بزرگ می نویسه و دنیای اون را صفت می کند، چگونه از عشقی که بین هم اتفاق افتاده می نویسد، از حوادث، از سختی، از تلخی زندگی، غروب جلال را از دست ندید و این کتاب را حتما بخوانید. ما که از هر نگاه ببینیم کتاب مفیدی است برای ما. هزار و یک شب، راز پنهان کتاب. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. سلام به شما بینندگان محترم، دوستداران ادبیات و مشتاقان برنامه ما، برنامه هزار و یک شب. برای برنامه گذشته ما در این برنامه هم معرفی یکی از مهمترین کتاب‌های ادبیات داستانی را داریم. یک تفاوتی، یک ویژگی که این کتاب داره این است که یکی از مهمترین نویسندگان ادبیات فارسی این کتاب را در غروبی و در مرگ یکی از خولترین ادبیات دانای فارسی نوشته است. زن این کتاب را نوشته که خودش از پیشگامان و از مهمترین و قدرتمندترین زنان نویسنده در ادبیات فارسی به حساب می رود و همینطور این کتاب درباره فردی نوشته شده یا در مورد زندگی فردی نوشته شده که از بنیادگذاران داستان کوتاه در ادبیات فارسی و از اولین کسانی است که در ادبیات فارسی رمان نوشت، رمان بسیار خوب نوشت و منتقدی بی نهایت ورزیده و ارزنده بود. این کتاب غروب جلال است، نوشته سیمین دانشور، نویسنده رمان سوشون و به کی سلام کنم و همینطور کتابای بی نهایت مهم دیگری دارند و از اولین زنانی است که در ادبیات فارسی آمد، داستان نوشت، داستان کوتاه نوشت، رمان خلق کرد، قصه آفرید و داستان آفرید و همچنان رمانش یکی از 6 رمان مهم در فارسی به حساب می آید. البته در ادبیات فارسی صدها رمان نوشته شده، خلق شده، ولی رمان این نویسنده یکی از 6 رمان برتر این زبان است. ما 6 رمانی برتر نسبت به تمام رمان‌ها به اساس نگاه و معیار منتقدان در ادبیات فارسی داریم که سوشون نوشته سیمین دانشور، همین کسی که غروب جلال را نوشته و خیلی خوب نوشته و قشنگ حرف زده و نگاشته است. غروب جلال یک روایت داستانی و ناداستانی است، تلفیقی از داستان، عناصر داستانی و تلفیقی از خاطره نگاری، خاطره یا یادنامه. یک موردی از زندگی واقعی جلال علی احمد نوشته و یک موردی هم از خود نوشته یا انتخاب کرده عناصر نوع روایت را، زاویه دید را از جهان داستانی و محتوایش هم آن چیزی که بوده خودش دیده یا خودش تجربه کرده یا جلال تجربه کرده یا با هم در زندگی خود تجربه کردن.
گفتیم که سیمین دانشور از زنان مهم ادبیات فارسی است در راستای داستان و داستان نویسی و جلال علی احمد هم اولین کسی است در ادبیات فارسی داستان کوتاه نوشته و بهترین داستان‌های کوتاه را نوشتن، داستان بسیار خوب نوشتن. این دو هر دوش همتراز هم هستند و از بزرگترین سرمایه‌های ادبی ایران، افغانستان و در کل ادبیات فارسی حساب می شوند و بزرگترین کتاب‌ها را خلق کردن. در کنار این بزرگترین و خوبترین کتاب‌های زبان‌های دیگر را به زبان فارسی ترجمه کردند و هر دو با هم مشترک با قلم برای مخاطبین، برای مردمی که به ادبیات فارسی تکلم میکنن، کتاب‌های بی‌نهایت مهم و ورزیده و رمان‌های بسیار خوب و داستان‌های بسیار خوب را به طور مشترک و به طوری اینکه هر دو کنار هم قرار گرفتن و بهترین چیزها را هم خلق کردن و هم برگردان کردن. جلال علی احمد کسی در یک خانواده روحانی در ایران تولد شد و از نزدیکان بزرگانی است که جایگاه ویژه در نزد درباریان در دربار روحانیت هم داشت. این اول به مدرسه رفت، در مدرسه چیزای زیادی آموخت و حتی در مدرسه نوشتن را آموخت، شروع کرد بنویسه و بعدها آمد به شکل نقدگونه کتاب رمان مدیر مدرسه را نوشت که اون نقدی بود بر ساختار آموزش در مدارس، در مکاتب، نقدی بود بر آنچه توصیه میشه یا ارائه میشد در مدارس که جلال مدتی مدیدی و مدت زیادی در آن مدارس شاگرد بوده، زانو زده، درس خوانده، پشت کتاب نشسته، با استادان بزرگ نوشته، با آخوندها نوشته. بعد جلال وارد نویسندگی می شود و شروع می کند کتاب بسیار خوب را می نویسد و می رود وارد جهان روشن فکری می شه، مترجمی بسیار ورزیده می شه، رمانای خوب و کتابای دوست داشتنی از غرب را از جای دیگر، زبانهای دیگر را ترجمه می کند و فارسی تا مخاطبین بخواند. در مدتی از زمان هم یک عقیده بازتر پیدا می کند، می رود غرب زدگی را می نویسد. یکی از مهمترین کتاب های خود جلال علی احمد، بیشترن جلال را با همین کتاب می شناسند، با غرب زدگی، کتابی که در آن نقدی است بر غرب، با فرهنگ غرب، نقدی است بر مردم، بر کسانی که از شیوه غربی در ایران استفاده می کنند، در کشوری که از هر نگاه یک اختلاف، یک تفاوتی با جهان غرب دارد که بیشتر غرب زدگی مفرط را یا افراطکاری در استفاده از فرهنگ غرب را مورد نقد و مورد بررسی قرار میده. که بعدا هم جلال علی احمد می رود و دانشگاه، در دانشگاه هم شاگردی نخبه می باشد و کار بسیار بهتر می کند در انجمن نویسندگان، در انجمن‌های فرهنگی دیگری دانشگاه و در همین جاست با سیمین دانشور هم آشنا می شود. البته آن روزی که سفر می کنن و هر دو به طرف تهران یا از تهران می رفتن به شیراز. سیمین دانشور هم در خانواده باسواد تربیت میشه، تولد میشه، تا یک مدت دروس خود را ادامه میده، کتاب میخونه بیشتر و بعد هم روی میآوره به نویسندگی، تلاش میکند داستان بنویسد، داستان خلق کند. در دانشگاه هم داستان خلق میکند. یک روزی که جلال حرکت میکنه از دانشگاه به خانه بیاید و در موتر سیمین دانشور هم میباشه، اینا با هم آشنا میشن. همین آغاز آشنایی سیمین دانشور و جلال است که رقم میزند ازدواج این دوره و بعد هم آیندی که با هم میباشن و سالهای سال و با هم مینویسن، با هم خلق میکنن، با هم میآفرینن، با هم کتاب ترجمه میکنن، رمان ترجمه میکنن. همین دیداری که در موتر در راه که داشتن و خانه می آمدن، بعد از همین دیدار
مناسبت اینها بهتر میشه، هماهنگی بینشان بیشتر میشه، ارتباطشان قوی‌تر. 2 سال بعد رقم میخوره ازدواجشان و با هم ازدواج میکنن، به حضور اینکه بسیاری از خانواده سیمین رضایتی با این ازدواج نداشته و این را خود سیمین در نوشتهای خود، در صحبتهای خود بارها اعتراف کرده و اقرار کرده. این 2 زوج موفق وقتی کنار هم قرار میگیرن کار ادبی پخته‌تر انجام میدن و اون بود ادبیشان برجسته‌تر می شود، فربه‌تر می شود. کارهای قشنگی که در مورد ادبیات، در راستای ادبیات انجام میدن صورت میگیره از اینها. هر دو با هم می روند کتابای خوب را میفعلن تا ترجمه کنن و سراغ کتابای داستانی غرب میرن، ادبیات روسیه میرن و خودشان خلق میکنن و بسیار از داستانهای قشنگ افسانوی اسطوره قدیم را با هم یک جا با مشارکت هم ترجمه کردن. این 2 زوج سالهای سال در کنار همدیگر ماندن و در کنار همدیگر سوشون را نوشتن. زنی زیادی را جلال نوشت، مدیر مدرسه را، غرب زدگی را و نقدای زیادی بر ساختار حکومت در ایران داشت، نقدای بر ساختار جامعه، روشنفکری، نهادهای فرهنگی، تعاملاتی فرهنگی، تعاملاتی سیاسی و حتی تعاملاتی بین ملیت و محلات به وجود می آمد. یکی از منتقدین برجسته و از پیشگامان روشنفکران در ایران حساب می شود. این 2 سالهای سال در کنار همدیگر زندگی کردند، ولی در یک مدتی از زمان یک بار رابطه این 2 تیره شد و نزدیک شد به این که یک آغازی، یک پایان در زندگیشان به وجود بیاید و زندگی تلخی داشته باشند. البته وقتی ما نامه‌های سیمین دانشور را بخوانیم متوجه این موارد میشویم، ولی نگذاشتن چنین یک موارد فجیع و سیاهی در زندگی خود رخ بده که دوباره شروع کردن روابط خود را ترمیم بخشیدن، بی‌تر ساختن و ادامه دادن. زندگی اینها تا جای ادامه پیدا کرد که جلال عالی احمد یک روز از دنیا رفت. مرگ جلال رسید و جلال دیگر در میان نبود، از دنیا رفته بود. سیمین با یک غم بزرگ، با غصه بسیار فربه تنها گذاشته شد و تنها پناهگاهش هم ادبیات شد، هم متن شد و داستان شد. بعد از جلال دیگر راهی نداشت اینکه خود را نجات بده، دیگر چیزی برای دلخوشی نداشت، دیگر انسانی نبود که حضورش خرابای تنش را ترمیم کنه، آباد بسازه و رفت پناه برد به متنای زیادی هم ترجمه کرد و چند داستان کوتاه هم نوشت، سر یک رمان هم در آخر کار کرد و بعد هم آن خاطره و آن تجربه را از زندگی جلال داشت، نتوانست اون تجربه را تنها در سینه خود حفظ بدارد و در سینه خود حمل بکند. وادار شد برود کتاب بنویسد. غروب جلال را نوشت، تمام خاطراتی که از اول تا آغاز تا پایان از جلال داشت را در این کتاب نوشت تا دیگران هم بخوانند و همچنان سبک بسازد اون بار گرنگی که در سینه خود داشت و اون را حمل میکرد و اون را برداشته بود. سیمین غروب جلال را نوشت. در این کتاب چگونگی افول جلال را برای مخاطبین خود گفت، برای کسانی که جلال را دوست داشتند. این بنیادگذار داستان کوتاه در ادبیات فارسی را و این نویسنده قدرتمند و منتقد اجتماعی و جامعه را. البته وقتی که جلال مرد، جلال افول کرد، بسیاری در چگونگی مرگش مشکوک بودن. برخی ساواک را متهم کردن به قتل و برخی هم گروه‌های دیگر آدمای دیگر را. اما سیمین دانشور در این کتاب آمد پرده برداشت و روایت خود را داشت از روزهای پایانی زندگی جلال عالی احمد. در زندگی که بیشتر در اواخر عمرش مواد مخدر استفاده میکرد، الکل استفاده میکرد، برخی چیزهای دیگر که روزگار سخت را بالای زندگیش آورده بودن، حتی نفس کشیدن برایش دشوار شده بود و عادت کرده بود با کشیدن این چیزها و با استفاده این موارد که همین موارد هم نقشی در بیشتر شدن امراض و شدت بخشیدن بیماریش، حتی بیماری روحیش داشت. البته این نگاه سیمین دانشور است، ولی برادران جلال عالی احمد ادعا کردن استخبارات حکومت یا جواسیس حکومت
نقشی بسیار پررنگی در کشتن جلال علی احمد داشتن. حتی یک برادرش که جلال ترور شد، نه اینکه به مرگ اختیاری مرد یا به مرگی که به سراغش آمده بود، به مرگ طبیعی. غروب جلال بسیار متنای غمگین کننده دارد، سوگنامه است، دردنامه است و در ضمن بخشی از واقعیت، بخشی از تاریخ است، بخشی از زندگی یا سیری از زندگی بزرگترین داستان نویسی ادبیات فارسی است، یا یکی از بزرگترین داستان نویسان و پیشگامان داستان نویسی در زبان فارسی است، از جلال. سیمین دانشور که این کتاب را بعد از افول و مرگ جلال نوشت، آمد تمام خاطراتی را از جلال داشت را در این کتاب درج کرد. از اولین روزهای آشناییشان که در موتر آشنا شدند، 2 سال بعد هم ازدواج کردند، از اولین خاطراتی که با هم داشتن و حتی اولین مشاجری که با هم کردن و از چگونگی طرد شدن از سوی خانواده، از سوی نزدیکان و وابستگان و تمام موارد را در این کتاب درج کرد تا دیگران بدانند. و در این کتاب بارها تاکید شده جلال هم روزهای بسیار سختی را گذراند و همین روزها سبب شد جلال بشه، مردی که قلم زد و قلمش هم فراتر از ادبیات فارسی رفت. امروزه کتاباش به زبان مختلفی ترجمه شدن. همینطور مردی که در کنارش سیمین دانشور گل کرد، در کنارش سیمین دانشور بیشتر زنده شد، بیشتر نوشت و کارهای بسیار خوب کرد. سیمین میگوید من همیشه اولین کسی کارم را خوانده جلال بوده. جلال هم در یک کتابش میگوید و همسری من سیمین دانشور است، کسی که اولین خواننده هر متن است و من هم هر متنی را که او نوشته اولین بار خودم خواندم و خودم اون را تایید کردم و خودم تأمل کردم بر متن و اینکه چی نوشته، به چرایی نوشتنش و موضوعاتی که پرداخته شده. که این دو و نقش جلال در زندگی سیمین بسیار پررنگ بوده و نقش سیمین هم در زندگی جلال. در کتاب غروب جلال موارد بسیار زیادی برجسته شده، از روزهایی که جلال به مسافرت می رفته، از روزهایی که دور بوده از خانه، از یادی از دانشگاه شده، یادی از دوران شده. جلال تلاش می کرد بیشتر منتقد باشه، بیشتر روشن فکر باشه و اون طرف خانواده سیمین و دیگران ترس داشتن از این که مورد هجوم حکومت و کسان دیگری که در حکومت کار میکنن و پلیس مخفی حکومت اصلا قرار نگیره، کشته نشه. و حتی بعد از اینکه جلال مرد، گرچه سیمین گفت به مرگ طبیعی مرد، ولی برادرانش دوباره هم حکومت را متهم کردن به قتل، به ترور جلال علی احمد. گفتن از طریق مختلف جلال را اینا یا مسموم کردن یا به قتل رساندن. شما اگر دوست دارید یک کتابی با روایت داستانی، ناداستانی، با روایت تاریخی اما واقعی را از یکی از نویسنده‌های قدرتمند ادبیات فارسی در مورد یکی از قدرتمندترین نویسندگان فارسی بخوانید، غروب جلال را از دست ندید. این کتاب از روش و سیاق داستانی استفاده کرده، نوع روایت، زاویه دید، انتخاب شخصیت ها، پرداختن به شخصیات، فضاسازی، مکانسازی و از نوع گزینش محتوا پشتی هم و انتخاب محتوا و نوع بیان همین محتوا برای مخاطب و اون شیوه واقعی که وقتی مخاطب میخواند یک حس همزادپنداری بی نهایت قوی جدی بینش و بین متن ایجاد میشه و اون نوع روایت قشنگی که مخاطب از متن میگیرد در این کتاب بیشتر دیده میشه، بیشتر مشهود است، بیشتر ملموس است. اگر دوست دارید چنین یک کتاب را بخوانید یا یک کتابی قشنگی بخوانید یا از زندگی مهمترین و اولین داستان کوتاه‌نویس ادبیات فارسی آگاه شوید، از اول تا انجام تا آغاز، یا هم اینکه بدانید چگونه یک نویسنده بزرگ در مورد نویسنده بزرگ می نویسه و دنیای اون را صفت می کند، چگونه از عشقی که بین هم اتفاق افتاده می نویسد، از حوادث، از سختی، از تلخی زندگی. غروب جلال را از دست ندید و این کتاب را
حتما بخوانید. ما که از هر نگاه ببینیم کتاب مفیدی است برای ما. از ویژگی غروب جلال این کتاب سیمین دانشور این است: اولین کتابی است که در راستای یادنامه نویسی یا زندگی نامه نویسی در ادبیات فارسی نوشته شده. پیش از این بسیار کتاب‌های کمی نوشته شدند در مورد اشخاص دیگر، زندگی اشخاص دیگر، ابعاد زندگی افراد دیگر، دانشمندان، نویسنده و انسان‌های فرهنگی هنرمند. ولی سیمین دانشور با غروب جلال اولین زنی است که یادنامه نوشته، آن هم در مورد یکی از بزرگترین داستان نویسان ادبیات فارسی و در مورد شوهرش. و همینطور سیمین نخستین زنی است که متن یادنامه را عجین کرده با عناصر داستان، یا هم یک متن در قالب یادنامه نوشته در واقع سیاق متن گرفته شده از داستان و از تاریخ و از خاطره، از تلفیق از 3 جهان نوشتاری که این بسیار یک تلفیق قشنگه و برای مخاطب بسیار زیباست. خیلی زیباست وقتی مخاطب یک متن را میخواند که در اون متن هم اون آوای داستانی را میبیند و هم اون فریادی نثری تاریخی را میبیند و هم اون شیوه روایتی خاطره را میبیند که سیمین و خوبی این کار انجام داده. در غروب جلال ما شاهد این کار هستیم. غروب جلال در واقع هم یک اعتراض است بر اجتماع، اعتراض است بر کلیشه ها. در اون دوران به قول رضای براهنی رسم بود کسی از بزرگان خود نمی نوشت، یادی از بزرگان خود در متن نمی کرد و نثری زنده نمی نوشت از اون اعضای خانوادهش که بزرگ بودن. نوی این یک روش بسیار خوب برشان پیدا نبود. اما سیمین این کلیشه را پشت پا گذاشت و غروب جلال را نوشت. اون درد، اون سوگ و اون قصه هایی که بر زندگیش از فقدان و از نداشتن جلال و از غروب جلال باریده بود را درج کرد. یک اندوه نامی شد، اندوه نامی از زندگی یک مرد و زندگی نامی از زندگی یک نویسنده و توصیفی بخش‌های دیگر زندگی یک نویسنده که این همه موارد و این همه توصیف و تقدیر و تمجید و سکوت اندوه باعث شد یک کتاب بی‌نهایت قشنگ پدید آید و این کتاب قشنگ هم برای مخاطب قشنگ آید و مخاطبین بروند این کتاب را بخوانند. غروب جلال از کتاب‌های بسیار پرطرفدار در ایران بوده و بارها تجدید چاپ شده و بسیار کسایی که دوست دارن جلال را به روایتی نزدیکترین فرد زندگیش بشناسن و فردی که همراهش از هر نگاه شریک بوده، هم در قلمش، هم در نانش، هم در آبش، هم در خانیش، که چگونه جلال را توصیف کرده، چگونه بازتاب داد از زندگی جلال را. و این خیلی مهم است ما زندگی یک نفر مشهور و یک نفری که الگوست برای بسیاری بشناسیم، بدانیم. جلال عالی احمد برای اینکه اولین داستان کوتاه‌نویس است در زبان فارسی و بهترین رمان‌های خوب را نوشته، الگوست برای بسیار کسانی. متنش، تاثیر متنش امروز هم بالای داستان‌های زیادی در ایران هست، دیده می شود و حتی به نام این نویسنده یک بنیادی ایجاد شده، جوایزی سالانه برای نویسندگان داده می شود. وقتی که داستان‌های کسانی می نویسند را جایزه را می برند، می بینیم یا مشاهده می کنیم و می خوانیم، می بینیم یک تأثیر زیادی از متن جلال عالی احمد در متن آنها دیده میشه. یعنی هنوز هم بعد از چند دهه و دهه ها گذشته قدرت متن جلال در متن دیگرها مشهود است و ما میبینیم که این خیلی مهم است و این فضیلت این نویسنده را بیان میکنه، بزرگیش را بیان میکنه و برای ما میگوید نویسندگانی که هنرمند واقعی بودن و صادق بودن، اعتراضگر بودن، معترض بودن بر جامعه، بر اجتماع، که جلال یکی از خوبترین معترضین هست، که نویسندگان اعتراضگر خوب است
در مقابل جامعه برخاست و بسیار از حرف و فرهنگ جامعه را گفت اینها مردود هستند، چیزهای دودی هستند، بی‌معنا هستند و مدرسه به سیستم مدرسه به ساختار درسی آموزشی مدرسه تازید و خورده گرفت و برای آنها پیشنهاد کرد چنین کارهایی را بکنند که کارهای بی‌نهایت بزرگه و کارهای سازنده برای شاگردان. در غیر اون صورت این سیستمی که در ایران در ساختاری حکومتی در ساختاری آموزشی ادامه دارد یا ما شاهدش هستیم یک سیستمی فاقد این است کسی را به جای برساند. باید از این سیستم عبور کنیم تا یک مرحله قشنگی و رشدی و آموزشی بهتری در زندگی داشته باشیم. شما اگر دوست دارید یک کتابی که هم زندگی نامه است، هم داستان است، هم روایت است، هم اندوه نامه است را بخوانید، غروب جلال را از دست ندید. از هر نگاه یک کتاب بی‌نهایت قشنگ و دوست داشتنی و دانستنی است و اگر دوست دارید جهان جلال را بشناسید این کتاب را بخوانید. دوست دارید جهان سیمین را و نگاه سیمین به عشق، به زندگی، به اجتماع را و انسان‌های دیگر را به خوشایندانش را بیشتر بشناسید، غروب جلال را از دست ندید، بخوانید. این کتاب در افغانستان هم پیدا می شود و در ایران هم پیدا می شود برای اینکه یک کتابی مشهور است و بارها شهرت یافته، بازچاپ یافته و طرفداران بسیاری یافته و یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در دهه‌های گذشته در ایران بوده. من هم توصیه میکنم این کتاب را بخوانید. از هر نگاه خیلی قشنگ است و خیلی خوب پرداخته به زندگی اولین کسی داستان کوتاه نوشت. ما ببینیم این مرد کی بوده، چگونه مردی بوده، چی کار میکرده، چی استفاده میکرده، چی استعمال میکرده در زندگی، چی چیزی میخورده، به چی چیزی علاقه داشت، نگاهش به عشق، به انسان، به ایران، به هویت، به فرهنگ، به حافظه ایرانی چگونه بوده. پس غروب جلال را بخوانید تا این نگاه ها را و این دنیا ها را همگیش را بدانید. در یک کتابی بی‌نهایت کوچک، کم حجم، یک جهانی، یک انسانی بزرگی را بشناسیم که این خودش یک فضیلت راستین است برای ما و شما. تشکر از این که تا این لحظه با ما بودید، این برنامه را دنبال کردید. اگر دوست دارید برنامه دیگری 1001 شب را دنبال کنید، ما کتاب‌های زیادی را به معرفی میگیریم و بسیار کتاب‌ها را هم معرفی کردیم. اگر دوست دارید اون کتاب‌ها را بدانید، در موردش بیشتر معلومات پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید، برنامه قبلی ما را هم ببینید و برای اینکه همیشه چینل ما را با خود داشته باشید، برنامه ما را بیننده باشید، پس فراز را دنبال نمایید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. 1001 شب، راز پنهان کتاب.